در قرآن کریم یک آیه بیان کرده. مشرکین پیش خود چنین تصور میکردن که نبوت مثل کار دنیاست، مثل پوله، مثل مقامه، مثل منصبه. لازم هر کس پولدارتر بود جای بالاتری داشته باشه، مقام و منزلت بالاتری داشته باشه. هر کس مشهورتر بود از بین قبیله خود، بین قوم خود، این مقام بالاتری داشته باشه. اما الله تعالی و به این خاطر اینا میگفتن نبوت هم باید به همین اساس باشه. کسی باید پیامبر الهی بشود که خیلی پولدار باشد، خیلی مشهور باشد، رئیس و بزرگ قوم باشد. اما الله آیه در قرآن فرمود الله اعلم حیث یجعل رسالته. الله داناتر است که پیامبری خود را در کجا میگذارد و به چه کسی میدهد. بر اساس پول و اینا نیست، بر اساس انتخاب الهی است که الله یکی بر میگزیند. استفاست، مقام استفایی، برگزیده شدن، اجتباعی. پیامبر مصطفی و مجتباست، یعنی برگزیده شده هست. و روایتی داریم در صحیح البخاری، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الله سبحانه و تعالی از بین کنانه یکی از کی بود؟ از اجداد رسول الله صلی الله علیه و سلم، و کنانه از نسل اسماعیل است. پیامبر فرموده از بین اولاد کنانه را از بین اولاد اسماعیل الله تعالی انتخاب کرد. یعنی اسماعیل نسلی که آمده خب شاخه شده. شخصیتی که الله پسندیده کی بوده؟ کنانه. و از بین کنانه قریش را باز انتخاب کرده. و اصطفى قریش من کنانه، که قریش اولاد کی بود؟ فهر ابن مالک. و انتخاب کرد از قریش بنی هاشم را، و از بین بنی هاشم مرا انتخاب کرد. پس لحاظا الله تعالی بهترین شخصیت را برای بهترین وظیفه انتخاب کرد. پس اصطفای الهی است و مصطفی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم انتخاب شده است. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در روایت دیگر فرمودند بعثت من خیر قرون بنی آدم. من در بهترین قرنهای بچه های آدم فرستاده شده ام. قرنن فقرنن، یعنی در طول تاریخ همه که حساب کنین بهترین قرنی که در تمام تاریخ عالم وجود داشته کدام قرنه؟ قرنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا آمدن و تولد شدن. حتی کنت من القرن الذي كنت فيه، تا اینکه من در اون قرنی بودم که در آن به دنیا آمدم. حدیث در صحیح البخاری است. باز هم